everybody, I'm Maria. Let's go watching my video. سلام خیلی ممنون که با هم کاری می‌کنید. لطفاً خودت رو معرفی کن و یه توضیح راجع به حرفه کارتون. زهرا کرمی هستم با 5 سال سابقه کار. مدرس لاین آرایش دائم هستم. خدمات ابرو، خدمات لب و خدمات چشم. چه موانعی رو پشت سر گذاشتید؟ خب موانع که مطمئن باشه هر کاری سختی ها موانع خودش رو داره و اینکه حالا همون سال اول ماهای اول درآمد نداریم، اینا خب خودش یه سری موانع و اینکه حالا مشتری راضی باشه نباشه بتونی کارتو خوب انجام بدی، اینا یه سری موانع هست که خب باید با صبر و حوصله و تلاش اینا رو رد کنیم. چه درسایی توی این مسیر شغلتون گرفتید؟ توی این مسیر شغلی که تلاش و ارتباط با خدا. وقتی نگرشت مثبت باشه، دیدت مثبت باشه و ارتباطت با خدا خیلی خوب باشه، مطمئن باش خدا انقدر تو رو قشنگ تو این مسیر قرار میده که شک نکن بهش میرسی. حالا یه فردی میخواد وارد این حرفه کاری بشه، چه نقاط قوت باید داشته باشه؟ نقاط قوتش اول علاقش، بعد حتما به این حرفه علاقه داشته باشه و نترسه. حالا این فردی که میخواد به این رشته وارد بشه چه چیزایی باید یاد بگیره؟ چقدر آموزشش طول میکشه؟ آموزشش خب الان دوره‌ها خیلی فرق میکنن. خب مرحله اول بعد حالت همون پوست شناسی باشه، رنگ شناسی باشه، طراحی ابرو، قرینه سازی ابرو و بعد مرحله بعد حالا کاشت رنگ. اول روی دفتر تمرین میکنم، بعد روی پوست مصنوعی و در آخرم روی مدل زنده. و تمام اینا اول بعد تکرار و تمرین بشه، بعد برم روی مدل زنده که حالا به اصطلاح ما میگیم که صورت هر انسانی دفتر نقاشی نیست که بخوای همینجور خطا رو بکشی تو صورتش یا خط چشم رژ لب برش بزنی. حتما تکرار و تمرین داشته باش، بعد مدل زنده اجرا کن. در حین کار کردن آیا نیاز به آموزش هم دارید؟ 100% به نظر من هر 6 ماه یک بار یا دیگه نهایت هر 1 سال یک بار آپدیت لازمه. چون هرچی بروزتر باشی مطمئن باش مشتری مراجعه کننده بیشتره برات. الان همه بروز شدن. به نظر من آپدیت خیلی مهمه. من خودم هنوز تشنه آموزشم که همیشه آموزش ببینم، هم هر روز آپدیت بشم، تکنیک‌های جدید یاد بگیرم. لحظات شیرین و قشنگ شغل شما چه لحظاتیه؟ لحظات شیرین اون لحظه‌ای که من آینه رو میدم دست مشتری و مشتری اون برق چشماش و اون لبخندی که میزنه، من خستگی از تنم میره و خیلی راضیم از اون لحظه. لحظات تلخی هم داشتید؟ لحظات تلخ اونه که مشتری راضی نباشه و حالا یه سری مشکلات هم هست. اونا میگن که اگه نکات بهداشتی رعایت بشه، اصول کارت رعایت بشه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. خدا رو شکر من تا الان برام پیش نیومده. ولی خب خیلی باید تو این هیته اگه کار کردیم مراقب باشیم. خیلی ریسکای زیادی داره. ولی باید دلشو داشته باشی و اصولی کار کنی که به مشکل نخوری. پس لحظات سختی هم داره. 100%. هر کاری سختی خودشو داره. توی این مسیر حالا ناامید شدید تا حالا و وقتی ناامید شدید چیکار کردید؟ ناامید که بله ناامید شدم. یه وقتا بوده خیلی گریه کردم. حالا موقعی که مشتری نداشتم، سالن نبود کار کنم، همه اینا بود، ولی شاید 1-2 ساعت گریه میکردم ولی بعدش میگفتم من میتونم. حتی یه جای سالن بود با من قرارداد بست که از اول ماه شروع به کار کن. موقعی که مشتری من گرفتم میخواستم ببرم سالن، گفت نه خانوم، انقدر من اون روز خوشحال شدم که قراردادو بستم. خب حالا اجارهش یکم برای من که اول کار بودم خیلی مناسب بود، ولی موقعی که رفتم سر کار بهم گفت که نه من نمیخوام و میخوام شریکم اجازه نده، خودم میخوام این حرفه رو ادامه بدم. یادم اون موقع که از سالن اومدم بالا، از پله‌های سالن اومدم رفتم نشستم تو ماشین، 2 ساعت همونجا جلو در سالن من گریه کردم که چرا من اینقدر امید داشتم، چرا من اینجوری ناامید کرد، چرا به من گفت نه. میتونست همون موقع به من بگه نه که من اینجوری خب حالا سردرگم نباشم. ولی گریامو کردم و سفت و محکم گفتم خدایی میدونم همیشه باهامی و بازم رفتم جلو. چقدر عالی. اگه حالا با همین سختی اگه بازم بعد برگردید بازم این کار رو ادامه میدید؟ چون من خب چندین سال کار میکردم، حالا
منشی بودم، حسابداری بودم، خیلی کارهای متنوع انجام، ولی هیچ کاری مثل این نیست که خودت خانم خودت باشی و کارفرمای خودت باشی. توی حالا این کارتون موانعی هم داشتی؟ موانع که بله گفتم حالا یه سری موانع هست، همون اول به درآمد نمیرسی، همون اول مشتری نداری، حالا اگه ساپورت مالی نداشته باشی که خب خودت بخوای خورد لوازم رو بخری، همه اینا هست. ولی خب باید با صبر و حوصله امید به خدا همه رو رد کنیم. توی رشته‌تون رقیب هم هست؟ 100% الان یه جوری شده که خب این رشته خیلی زیاد شده، اونم فقط به خاطر که میگن که خب لاین پردرآمدیه، ولی خیلی ها بودن که همون اول جا میزنن. من خودم خب رقیب داشتم، حالا یه شهری کار میکنم اونجا، من مشتری خب خدا رو شکر تعداد مشتریام رفت بالا، مشتری هم بود که برام مشتری می آورد. یه خانم حالا اونجا بود سالندار بود، خیلی خب زیرا به منو میزد، خب به گوشم رسید. خیلی اول ناراحت شدم که چرا با من این کار میکنه، من که اصلا با ایشون هیچ کار اصلا تا حالا ندیده بودمشون، ولی باز گفتم توریست، من رزق و روزیمو خدا میرسونم. حالا برای ما چه توصیه‌ای دارید برای کسی که میخواد وارد این رشته بشه؟ وارد این رشته بشه علاقه داشته باشین و اینکه رو کارتون تمرکز کنین، تکرار و تمرین خیلی مهمه، با جون و دل کار کنین، سرسری کار نکنین و بعدی هم اینکه ارتباط با خدا، از خدا بخواین که تون راه نشونتون بده. من همیشه میگم ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده، این خیلی فوق‌العاده است. همیشه هر کار بخوام بکنم همیشه میگم ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده. انقدر خدا قشنگ راهو برات باز میکنه، اون راه درست رو بهت نشون بده که خودت هم تعجب میکنی و ارتباط با خدا واقعا خیلی خوبه. بعد بهتون توصیه میکنم از همین الان، از همین سن شکرگزاری رو شروع کنید. خیلی ممنون از خودت هم صحبت، ما خیلی لذت بردیم.